سلام، وقتتون بخیر. داشتم به یکی از مراجعان فکر میکردم که یهویی دلم خواست بیام با شما هم این موضوع رو مطرح کنم. من یه مراجعی دارم که از بچگی خشم شدیدی نسبت به مادرش داره و این کینه و خشمی که از بچگی داشته باعث شده که در طی این سالها درگیر یه سری روابطی بشه که حتی با همجنسای خودش که خیلی بهش آسیب زده این رابطه ها و الان که 18 سالشه و مراجعه کرده برای درمان عنوان میکنه که من مادرمو بخشیدم و نه دیگه کینه‌ای نسبت بهش ندارم. خواستم بگم بهتون که وقتی ما خشمی رو نسبت به دیگران تجربه میکنیم، علل خصوص در رابطه با والدین، خودمون یه احساس گناه و عذاب وجدانی ممکنه بابتش داشته باشیم که این احساس گناه باعث میشه که ما از اون خشم اجتناب کنیم، اونو توجیه کنیم و خودمون بخوایم که از اون خشم فرار کنیم. ولی اینو توجه داشته باشین که بخشش بدون تجربه خشم و بدون روبرو شدن باهاش ممکنه یه جور اجتناب باشه. حالا فکر کنین شماها کجا خیال کردین که بخشیدین ولی در حقیقت داشتین از خشمتون فرار میکردین، خشمتون رو سرکوب میکردین و اونو برای خودتون توجیه کردین.